سؤال: أحسن الله إليكم، يقوم بعض الإخوة بفرض غرامة مالية على من قال على زميله بكلمة نابية أو غيرها، ثم تجمع هذه الغرامات بعد فترة ويقيمون بها عشاء أو غداء، وإذا كان الخطأ كبيرا فرضوا على المخطئ ذبيحة وأصلحوا بين المتخاصمين متخاصمين، فما حكم هذا؟ الله بشما يعني كي إحسان کرده باشد، بعضی کسا همه خیلی کار میکنه، يقوم بعض الإخوة يعني بعضی علما همه خیلی کار تشکیل، يعني فرض قرار میدهن غرامه، يعني کی چی؟ جریمه میبندن، يعني کی اشتراف قرار میدهن، اشتراف پولی، يعني کی چی؟ جریمه میاندازن، جریمه پولی. و کسی که من قال على زميلي كسي ببرد تو چی بخیر راست نشسته دی قلبوت کانسل دی پیشترش کنترل ده برد بستدیم خوبت گرفته وقت بشر بين طالب علم يقول خدا که من بعضی حدیث اومد که این داگرنی ما اینو نقطه جاناش برسوده. اعوذ بالله. خب چی؟ یعنی که جریمه میبندن، جریمه یعنی پولی میبندن با کسی که برای برادرش، برای رفیقش چی گفته باشن؟ یکم کلمه ناجوری گفته باشه، یک گپی بی آدابی گفته باشه، تیز او رو میقپن چیکار میکنن؟ در گردن تو همه خیلی میسازی همه قپول 10 جنيه میسپوری برای همین گپی بیزیب زدن. یکی غیر از و یکم گپی یک کاری ناجوری کرد، یکی لطش کرده باشه، لطش کردینه تمام همه قبرای تو جریمه 15 جنيه میتی پول جمع شدن میگیرد. ثم تجمع هذه الغرامات، بعد از آن این چهاره این جریمه ها را جمع کرده می شود بعد فترت، نه بعد از یک وقت و مدت فترت تیقتی باشد، این وقت می شود فتره و دیگه چه فتره می شود. و یقیمون بها عشاء، با یک خوراکی بگه تشکیل میکنن، او غداء یا که خوراکی نصف روزی در یک چایخونه تشکیل میکنن. اپولی چی؟ اپولی یعنی که همون اپولی همون اشتراف. و اذا كان الخطأ كبير، اگر خطاگی خیلی هم کلان باشد فرضوا على المخطئ ذبيحة، و یکون چیزی کشتن با چیکارش میکنن؟ لازمش قرار میدن، مرغ میکشی یا گوسفند میکشی. این گپ شوخی نیست، نگید تو میگه خیلی تحقیر سخت کرده میگه یا گوسفند میکشن. بعد چیکار میکنن؟ بعد یعنی که خوراک تشکیل میکنن و آشتی میدن بین اون جنگ کردگی و بین اون. فهمیدی؟ حکم این چیست؟ الجواب هذا لا يجوز، این جایز نیست. لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، زیرا که مال مسلمان، مال شخص مسلمان حلال نمیشود مگر از تحت دل، مگر از اختیاری به اختیاری خودش. اما انه يفرض عليه ويلزم به فهذا حرام، اما اون که تاثیرش فرضش قرار میدی او رو مجبورش میکنی، این چه؟ حرام است. نه یعنی خودش مثلا اگه با یک کس قریب باشد و یا آش تشکیل کنه بود که برادر بیاد که من خالص من خیلی وای کردم میگم فلان به دعوتش نزد در را اندازتش من میشم که چشم آشتی کنیم این دیگه. اما وقت دست پشت قفیلی گفتن که نه تو میسپوری گوسفند میکشی دیگه علاج نیست، بعد چیکار کنه؟ این کارو ممکن نیست.